سلام، اومدیم بچه ها رو جمع کنیم بریم غذای سوشی و چیزای کره‌ای و چیزای جدید تست کنیم. الان دارم میرم دنبال بچه ها. بزن بریم. باش نمایشگاه ماشین دارین شما؟ سلام. چه خبر؟ سلامتی. الان چطوری هست؟ خوبی؟ دوش الان نبود. واسه لحظه چی؟ واسه بگو چی؟ این توه؟ هودی سکو 11. خب کجای 11 این؟ اصلا خواهدی؟ الو جزرا میکشمت. باشین شلوارت سوراخ داره. داداش این داشتم میومدم سالم بود خب ولی تورا گرفت به مترو پاره شد. به چند تا مترو خوردی؟ دوستان یکم درباره اینکه کجا داریم میریم هم صحبت کنیم. داریم میریم کره. داریم این پای جنوبی همه بدون تو شب و فقط میکردم دائما ناله. داداش آبرو رو داریم میذاریم زمین واسه چی؟ واسه 5 تا ویو. چقدر؟ یه نخ؟ دو نخ؟ ها؟ یه پاکت؟ دو پاکت؟ به چی میخوای بفروشی؟ رد نمیشم؟ به نظرتون چرا من رد نمیشم؟ چون دور رو بد میگیری. نه با دیگه بخوان جای دور باید بیایی راست وایسی فرمون تا تب بچرخونی بعد حرکت کنی. گواهینامه داری اصلا؟ آخه چاق اون موقع که من گواهینامه گرفتم تو هنوز بابات داشت از موز درخت میکشیدت پایین بابا. ها؟ من ویژیتریان نیستم. چه ربطی داره؟ راست اعلام کردم بدون. بازی اسم هیچ کدومشو بلد نیستم. سوشی بلدی؟ دیگه آره دیگه. قوت رقصای بابا کرمیه. موافق هستی؟ آقا یه دونه هست مطمئنم خوشمزه. چیکن تریاکی؟ نه حد سوزن. اون که قطعا خوبه. اون که قطعا خوبه. حد بزنم بین اونا مرغ ترش و شیرین. پانده کنفوکا. دامپلینگ. در انتظار غذا. اومدیم تقریبا 10-20 نوع غذا سفارش دادیم. 10-20 نوع چرت و پرتا. منتظر آماده شدیم. بچه میگه که I laugh with many but don't I trust any. یعنی چی؟ یعنی اینکه من الو 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 دقت کنید الو گوشی برعکس آقا یعنی زنگ میزنم من خود نوحم. منم نیستی. ببخشینو. سلام بر خدایان. غذای پاندا کنفوکا رو گرفتم واسش. اینکه نخوره بهت. یا امام بفرما. بزن چیه؟ غذای پاندا کنفوکا. بابا خب قاشق شنگال واسه همین اختراع شده دیگه. 5,500 پول غذاش. نظرت چیه؟ اوریگرا شینزی ساسگیو. خب بلیره چرا من یه سوال مشورت دارم ازتون. به نظرتون که دونه دونه با هم تست کنیم یا هر کی جدا تست کنه؟ میدونستی که حمله میکنن میجنگن همراهشن 50 تاشین. پاندای کنفوکا ساقو بود. بچه‌ها من یاد گرفتم بعد از مدت‌ها بعد از 5 ولی من هنوز دقیقه بلد تلاش نیستم. یاد گرفتم. نمیشه با این ورش داشت. ببینید نگاه کنید. بچه یه جا باید بزنیم تو به قرآن میفته. اسم کنم مزه‌شو اگه کلشو یه جا بذاری حال نمیده، باید نصف کنی.
سلام بر پاندای کنفوکار. دیدی آب میخوری سلام بر حسین؟ من اینو خورده بودم بنابراین اینم بدیم این آقا مزه تیم خود برنامه پاندای کنفوکار رو میده. داداش یه ویلچر برات بگیرم. آره این سسش جالبه ولی یکم تنده. به نظرت چیه سیره؟ سویا سس کلا سس سویاه هیچ ترکیب خاصی نداره که بگی سس سویا کلا همین جوریه. چقدر کاهوش بزن نه چون خوب تست بود کردم. بچه خوب بود. این واقعا خوشمزه از پاندای کنفوکار راضی بودم. بچه آیتم بعدی که میخوام بهتون بگم بوکیه. دوشه چه بوکی؟ دوکی چه بوکی داره؟ ببین یاد چه گفت؟ یه حالت دیک بوکی. یه حالت پاستلیتور و چیز پاستیلیتور داره. چی هست اصلا؟ نمیدونم حله. شیک برنج دوستان شیک برنج با هم تست کن نخور زاغول چی اینش با یه کسی که چابستیک بلده بگیره دستش اینطوری زاغول صحبت یعنی نکنه. سلامتی. من ترک نیستم آقا دکو. ولی ترکا رو دوست دارم. میخوای جنگل بیارم بابا داداش. گفتی بلدی؟ بله. من یاد گرفتم بعد از مدت ها بعد از 5 ولی من دقیقه بلد تلاش. نیستم. درد و نفرین درد و نفرین این نه ولی میره پایین از این پاستیل سرخ شده. تو من این پاستیل سرخ شده خوردی تو؟ پولتون رو هدر ندید نه اینو نگیرید اصلا اینو نگیرید. نه دیگه حالا دیگه اونجوری هم ولی نه حالا خودمونیم یه کرم خاصی سوشی بخور یه بهت بگم کرم نظر من چیه. یه کرم خاصی آره داره کلا یا نه نداره. غذای عجیب بعدی لیمون. میگوش چرا لیمو؟ بگم داش بفهم خواهش من میکنم. میگو بشون کلا کردم. خوشم بفهم نمیاد. داداش. یه غذای منم میگو دو دوست ندارم. دو پیازه میگو مال جنوب کشوره خیلی خوبه. آره دو پیازه شنیدم. دو پیازه میگو ما شیرازی هم داریم دو پیازه آلو. چرا چرا خوبه ولی احمال بده اصلا ببخ دستمال دیگه میدیم ما همینجوری به دستمال میگیریم ما همینجوری. بچه‌ها اینو میزنیم تو این، اونم میزنیم تو این، اینم میزنیم تو اون. سلامتی. زد و ساغور. سلامتی همه میگوهای شهید شده. میگو رو من نیستم و یه خوشمزه است ببین پرتقال شیرینش کرده یه ذره طعم شیرین میده حال میده. حال میده چون واقعا میخوام یه ماهی زیر دندونامه چون واقعا یه ماهی چون واقعا یه ماهی زیر داره. چیه؟ گل آب گل آب گل؟ به به. بچه ها کجا؟ پشمام واقعا آب گله. بچه ها ببینم تا حالا خورده بوده اینا رو من تنها آیتمی که از این سفره خورده بودم این بوده داداش. آجی من اینا رو هم خوردم این کوچیکا. بخورم؟ جوانه یعنی جوونی که من شغلم حکم میکنه که اینا رو خوردم تو میگم شرخاصی خودی نمیخورم. شرقاسی کنه اشتباه هم. آره ولی پوستشون و جونشون و همه اینا آره سالم راست میگه هست. سالم. بی‌ناموس چی تو اون سالمی هست که تو پوستت سالم میشه. نه خوش واقعا از این میزنه. پاستیل میده. خب بریم اصلا پاستیل هست. حالا من اگه نمیگفتم پاستیله به قرآن نمیدونستن که این شبیه مزه پاستیل خودم سرخ از شده آب پاستیل پذیره میده. مارشملو بیشتر به جون خودم مرغ ترش دوستان و شیرین. و شیرین یعنی بگی هم رو ترشه بدون. هم شیرینه. هم ترش هم شیرین. بله میریم برای تستش. بفهم. خب چرا نمیاد بلدم با چاپستیک کار کنم. چی میگی؟ نخوری حالا باستا ببین یه ایده دارم بکن تو داشت قطعا اینجوری نیست. ایول نحوه صحیح استفاده از چاپستیک ساغول ساغولسان یا شاسین. داشتم.
خیلی تکسچر incredible and crispy yummy اوستا لیمونات هرچی بیشتر بمونه تلختر میشه. میدونستی جدی؟ الان بخور تلختر شده نسبت به 5 دقیقه پیش. دارم جدی صحبت میکنم. هیچ کی اینجا هم جدی نمیگیره. آناناس؟ یارو بیا. راستی امیر حسین واسابی خوردی؟ نه دونو اینجوری خالی بخور. داداشم تنهاش یه توضیح بده چی شد؟ تنهاش نمیذارم. فکر کنم اینجا من بی‌ناموس جمع میشم. داداش مزه اتانول میده. من خوردی تو حالا نشون بده نگم بی وفا بود. بریم سراغ قول مرحله آخر. سوشیای ترکیبی، پخته، خام، نیمه پخته اینا دیگه عجیب ماجرا میشن. بنده خدا شلوارش سفید بود. تو که اوکی این دیگه ششیده. اینجا رو این ناموسن که ششیده. زود برو سمت دستشویی شلوار تو در بیار. حالا بشین تکون نخور تا وقتی چیشت میاد. داداش آقا یه سوال فنی. شما تو کامنت ها بنویسین خب کفش با کتونی فرق نمیکنه؟ نه نداره. میکنه. کلیش میشه کفشون چیزی که کامنت بابات بذارید میپوشه. شلوار کسرا چه شد؟ کفشون چیزی که بابات میپوشه، کتونی چیزی که هشتگ شلوار برای کسرا. A few moments later. زندگی جریان داره. بچه‌ها میریم برای تست سوشیا اصل کار. چوبم کو. من اینو میزنم ببینم چیه. ای بله جک گلش شروع کردیم. به نظر خودت زنجبیل نیست؟ منو چی میزنی؟ واقعا اینو تو غذاتون ندیدی؟ یه دونه این چه مزه چی میداد؟ زنجبیل تا حالا نخوردی؟ زنجبیله این؟ من تو واسابی خوردی من همرات خوردم. واسابی داداش نمیخورم داداش. زنجبیل کیه؟ زنجبیل کیه؟ نمیشناسم. زنجه چه بیلی؟ زنه چه بیلی؟ ببین اینا پختن بچه‌ها. خب این دوتا نیمه پختن، این دوتا خامن. اینا سالمون و آووکادو. اینا دراگون فروتن. یه اژدهای از وسطش میاد بیرون. فروت نیست، دراگون فروشیه. ببخشید فروت دراگون روله. فروت آبیمس. این میوه است چی؟ فروت آبیمس. دراگون فروت این میوه است. بعد میگن آره شبیه اژدهای وام می‌کنید دونه سه. آره دیگه. عکسشو بذار آقا ادیتور. عکسشو بذار این وسط. بچه‌ها این روش خامه داره فکر کنم. پنیر رو کشک نیست. پنیر آقا کشک چرا فکر کنم چه آبرو رو گذاشتیم زمین آجی. همه دارن نگاه میکنن. اون بر هیچ کس آقا سگ ما رو نگاه نمی‌کنه. شبیهت خالی از سکنه است اینجا. این بر باید بگیری. خب نمیشه. اون ماسماسک رو بده. نکن. ساقول دراگونش افتاد. اجراش افتاد. چی اصلا ساقول یعنی کنه با ما؟ ساقول آقا ساقول. این اصلا کنده نمیشه. کنده نمیشه. هیچی نیست همین. بخور. خودش بده. تو میتونی. بده پایین. میگن همه چی رو باید تجربه کنی. همه چی رو نباید تجربه کرد. میگن همه چی رو باید تجربه کنی
همه چی رو نباید تجربه کرد. داداش نکن. وقتی مزدش رو نمیدونی هوس هم نمیکنه دیگه. ولی وقتی مزدش رو میفهمی ممکنه هوس کنی. مزه‌ای بود. چه اتفاقاتی برات افتاد؟ مزه زیر بغل ماهی میداد. چی بریم؟ داش من دیگه نمیرم داداش. داشت بیمرامی؟ ولی برای من خوشمزه بود. این دوتا یه چیز مختلف هم من تست کردنم. نه من تو یه چیز خوردیم. اینو خورد. خب تجربه شد که ما نخوریم. بخوریم. ساغول. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر میگو. داش خونه غذا هست. چه کاریه؟ حتما بیاین. خیلی خوشمزه بود. حتما ادامه بدید سوشی و شرق آسیا. بخوریم یه چیز معقولی به نظر میاد اون تو. اینو که خوردیم. نه دیگه ما ماهی اینو خوردیم. نه من قبل اینو خوردم. شریمپه. این شریمپه؟ این شریمپه. این شریمپه. حله. شریم ساغول. بعد خوشمزه هم هست. چجوری مزه سوشی دوست دارم؟ اصلا نمی‌فهمم. اینو میزنیم برنج ایشالله. چه مزه‌ایه؟ نسبت به دریا چیز خوبیه. من دیگه نمیتونم. شما چی؟ آب دریا میده. بازم عذر میخوام اگه من منقلب میشم بعضی جا. ولی منقلب کرد سرویس. ساغول، سالمون، آووکادو. چی میتونی؟ تحمل کن. بیا داداشم. بیا ستونم. بیا. تماما با زور این دادم پایین. تماما. بریم بعدی. عدیل مگه هست؟ این مونده. این پخته است. اینم با دست بکن تو دست. این پخته است. بزن. خوردم اینو. نخوردیم. خوردم. ما اینو خوردیم که کثافت بود. دو نه بالا اولیش که خوردم اون بود. گفتم خامه داره، گفتی پنیره. آردی که کی سوار میره؟ سوشی کی میخوره؟ من جور تیمو دارم میکشم. سلامتی همتون. اگه بالا آوردم به دل نگیرید. نه این خوشمزه است. من اینو خوردم. ساغول. لایکو بده دیگه این چسبازی ها چیه؟ آره یه جا داشت یکی داشت مجموعه برشکست شد. مشکل از شرق آسیا. اینو نزدی؟ بذار اینم توش چیه؟ میزنم بات. فقط نمیدونم روش چیه. ساغول هاشم. بذار بره پایین بعد لایک بده. خوشمزه بود. حتما بیاین. این جدی خوشمزه بود. این آخریه واقعا خوشمزه بود. مگه خوردی؟ خوب دیگه. لیدیز فرست. داشتم. نمیرم. خدا نمیرم. میشی. به نظرم جالب بود دیگه بسته. خوب بود، بد نبود، عالی بود. جای بعدی هم که میخواید بگید تو کامنت ها بذارید و اینکه عشقای منید. سابسکرایب، شیر، همه چیز. هر چی که شیر کنید آجی، حتما ساب کنید، حتما شیر کنید وگرنه شب میام بالا سرتون. چشمم بزنی دارم آبد آشمی نیست. خدا نگهدار.